روز 10 اپریل در حمامی بودروس در شهر مسکو نیروهای روسیه عملیات انجام دادند که در آن مهاجران را به یگان سبب عمیق بازداشت و لطکوب کردند. این مهاجران اکثرا شهروندان قرقیزستان بودند، اما در بین آنها تاجیکان بودند یا نه حال معلوم نیست. یکی از شاهدان علی خان، یک راننده تاکسی از قرقیزستان، میگوید که مهاجران را 5 ساعت زدند و دشنام دادند. همه را میزدند، نمیدانستیم کیها هستند، نمیماندند که سر خود را بالا کنیم. در دست آنها الکتروشوکر بود که ماموران پلیس بیشتر آن مهاجران را که جسماً قوی بودند با خود بردند. آنهایی که ریش داشتند جدا کردند. ریش یک نفر را در همانجا با قیچی بریدند. وقتی که مقابلت کرد بر رویش ضربه زدند. نقل میکند او. ژنر اکی، وکیل پارلمان قرقیزستان، گفت که مامورانی که در این عملیات اشتراک داشتند باید زود جزا ببینند. مگر درست است که یک گروه کلان با آمان به حمام تاجر قرقیز در آمده هموطنان ما را چنین میزنند؟ پیشتر هم همین کار را کرده بودند. به بینای صاحبکار قرقیز در آمدند و آدمان را بدتر از جنایتکاران التکوب کردند. اکیف گفت که قرقیزستان عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا و دوست نزدیک روسیه است. آیا معنی دوستی آن است که صدها هموطن ما را بزنند و ما خاموش باشیم؟ گفت او. باز یک رویداد دیگر که در شبکه‌ای که خبرهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را انعکاس می‌کند، در یک نوار ویدئویی در صحیفه فیسبوکی خود خبر داد که گلزار شیکار و یک زن 51 ساله تاجیک در جریان رید پلیس در روسیه بر اثر سکته قلبی درگذشته است. گفته می شود که این حادثه هفته گذشته در ایستگاه مترو دیمیتریدانسکوی شهر مسکو رخ داده است و در لحظه واقعه شوهر و چند نفر از نزدیکان او نیز حضور داشتند.